فکر تو برنامه 95 شنبه هیچ صحنه داورش نداشته باشه تا حداقل این لحظه. حالا واقعا برای بازیکن ملوان و توی دروازه گل برای تیم ملوان زده میشه. علیرضا دقاقله بود فکر کنم ضربه رو زد. کلا تو فصل قبل فکر کنم یه گل زد اون تیم پرسپولیس بود. این بازی هم گل میزنه. اینجوری انزلیچیا رو خوشحال میکنه. تماشاگر پرسپولیس اصلا دیگه صبر ندارن. این گل هنوز توی دروازه نرفته بود. علی دایی دارن میگن استودیو هم که الان دیگه صدا رو بهار میشه. خیلی دیگه صبرشون کمه. هوادارا شاید به خاطر نوع اومدن استودیو سر کار این واکنش ها از توی تماشاگرها دیده میشه. ملوان 1-0 جلو میفته. این اتفاق در ورزشگاه آزادی داره رخ میده و 15 دقیقه تیم پرسپولیس فرصت داره تا جبران کنه. علی کریمی کماکان در میانه های میدان و در کارهای دفاعی بیشتر دیده میشه. او تکنیک عبور از مدافعان رو داره به همین راحتی. با پشت پا ساند انجام میشه روی دروازه و باز همه بیرون. این لحظه که ضربه زده شد و نتونست کاری بکنه. بالاتر از 6 رضایی ضربه سر زده شد. توپ در مقابل پای دقاقله قرار گرفت و بدین شکل ضربه رو زد و توپ از برخورد به حقیقی در دهان دروازه قرار میگیره. بادمکی ضربه از روید عالی میزنه. یه گل فوق‌العاده است حسین بادمکی. حرکاتش هم معنادار بود که چرا تا الان این نیمکت بوده. بادمکی یک ضربه غیر قابل مهار زد. 1-1 مساوی. چند بار به سینه خودش زد. خودش صدا زد که چرا تا الان این نیمکت بوده. فصل قبل انصافا خیلی خوب بازی کرد تیم پرسپولیس. 1-1 مساوی. بازیکن ملوان روی زمین افتاده. یه باری با نگاه کنیم خیلی خوب زد ضربه رو از پشت محوطه جریمه. یه ضربه کاتدار غیر قابل مهار و به سرعت بار با پا تماشاگران تغییر موضع میدن. حالا حمید استیلی رو تشویق میکنن. این ضربه دیدنی حسین بادمکی که در گوشه دروازه قرار میگه خیلی خوب زد. این هم خوشحالی بعد از گلش هست.